حکمت بیمار شدن امام سجاد علیه السلام در کربلا چه بوده؟ سلام و درود. با عرض تسلیت خدمت شما بابت ایام عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام. یک سوالی که مطرح میشه اینه که چرا امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا بیمار شدند؟ قبل از این که به این سوال پاسخ بدهیم، یک اشتباه رایج که در میان عوام رواج پیدا کرده و گاهی وقتا شنیده میشه رو بیان میکنیم و توضیح میدیم که این اشتباه است. در بین عوام یک جمله شهرت پیدا کرده که وقتی که امام سجاد علیه السلام رو یاد میکنن میگوین زین العابدین بیمار. این کاملا اشتباه است، به خاطر اینکه هر انسانی در طول زندگی بیمار میشود. بیمار شدن یک امر طبیعی است. این که یک فردی 2-3 روزی چند وقتی بیمار شود دلیل بر این نمی شود که پسوند بیمار را به او اضافه کنیم، لقب بیمار را به او اضافه کنیم. این کاملا اشتباه است و آنچه که در زبان مردم عوام رواج دارد که میگویند زین العابدین بیمار، این کاملا اشتباه است. امام سجاد علیه السلام بنابر حکمت الهی چند روزی بیمار شدند و این بیمار شدن امام سجاد علیه السلام باعث شد که جان امام سجاد علیه السلام محفوظ بماند. یک نکته این است که اگر امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا بیمار نمی شدند، وظیفه شرعی پیدا می کردند که از امام خود دفاع کنند، به صحنه جنگ بروند و نتیجه این می شد که امام سجاد علیه السلام کشته می شد و با کشته شدن امام سجاد علیه السلام نسل پیامبر که از این طریق بود از بین می رود، چون که تمام فرزندان امام حسین علیه السلام شهید شدند. تمام فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام هم شهید شدند. فقط 2 فرد باقی ماند. یکی امام سجاد علیه السلام که به بهانه بیماری جانش محفوظ شد و دیگر حسن مثنی هست که در کربلا زخمی شد و به بهانه زخمی شدن جانش محفوظ ماند. و اما در مورد امام سجاد علیه السلام به حکمت الهی، امام سجاد علیه السلام در کربلا بیمار شدند و با بیمار شدن وظیفه شرعی از گردن امام سجاد علیه السلام ساقط شد. یعنی امام سجاد علیه السلام آنقدر بیمار بودند که نمی توانستند در صحنه جنگ شرکت کنند و از امام خود دفاع کنند. تکلیف شرعی که دفاع از امام باشد از گردن امام سجاد علیه السلام به این وسیله برداشته شد. خداوند امام سجاد علیه السلام را بیمار کرد تا امام سجاد علیه السلام نتواند به میدان جنگ برود و کشته نشود. و اون بیماری همین روز عاشورا و 1-2 روز بعدش هست و ادامه پیدا نکرد. بنابراین ما حق نداریم که امام سجاد علیه السلام را زین العابدین بیمار بگوییم. این کاملا اشتباه است. این بیماری یک حکمتی داشت. حکمتش این بود که امام سجاد علیه السلام جانش محفوظ بماند. علاوه بر این که تکلیف شرعی از عهده امام سجاد علیه السلام به واسطه بیماری برداشته شد، یک اتفاق دیگه هم افتاد. یک کسی آمد وارد خیمه شد، امام سجاد رو دید، میخواست امام سجاد رو بکشد. شخص دیگر آمد گفت نمیبینی که این بیمار است، به واسطه بیماری میمیرد، تو حالا میخوای اینو بکشی؟ و این باعث شد که جان امام سجاد علیه السلام محفوظ بماند و محفوظ ماندن جان امام سجاد علیه السلام باعث شد که به این واسطه نسل پیامبر از این طریق ادامه پیدا کند که اگر امام سجاد علیه السلام هم کشته می شد، نسل پیامبر از سمت امام حسین کاملا نابود می شد.
از سوی دیگر حسن مثنی در کربلا زخمی شد، به واسطه زخمی شدن جانش محفوظ ماند و به واسطه محفوظ ماندن جان حسن مثنی نسل پیامبر از طریق امام حسن مجتبی علیه السلام باقی ماند و دو نسل پیامبر، یکی از سمت امام حسین علیه السلام و یکی از سمت امام حسن مجتبی علیه السلام، از دو طریق امام سجاد و حسن مثنی باقی ماند و الان میبینیم که این همه سادات فرزندان پیامبر در جهان وجود دارند و اگر در اون روز امام سجاد علیه السلام و حسن مثنی هم کشته می شدن، دیگر چیزی از نسل پیامبر باقی نمی ماند و امروز کسی نبود که نمایندگی کند از نسل پیامبر و خداوند حکیم است. همانطور که خداوند حضرت موسی را در کاخ فرعون حفاظت کرد، همانطور که خداوند حضرت ابراهیم را حفاظت کرد که هر دو، هم حضرت ابراهیم هم حضرت موسی، در آن زمانی که هزاران طفل، هزاران کودک کشته شدند که حضرت ابراهیم و حضرت موسی تولد نشود، ولی چون که خداوند اراده کرده که حضرت ابراهیم و حضرت موسی تولد شوند و رشد کنند، خداوند حضرت ابراهیم و حضرت موسی را حفاظت کرد. به همین شکل خداوند امام سجاد و حسن مثنی را حفاظت کرد تا به واسطه امام سجاد علیه السلام و حسن مثنی دو نسل پیامبر از طریق امام حسن و امام حسین باقی بمانه و امروزه سادات حسینی و سادات حسنی در جهان وجود دارند و تمام ساداتی که وجود دارند یا نسل امام حسین علیه السلام هستند یا نسل امام حسن مجتبی علیه السلام، که هر دو نسل هم از طریق امام سجاد و از طریق حسن مثنی به امروز رسیدن. بنابراین وقتی که ما بخوایم به صورت خلاصه حکمت بیمار شدن امام سجاد علیه السلام رو بیان کنیم، این است که خداوند به واسطه بیمار شدن امام سجاد علیه السلام نسل امام حسین را حفاظت کرد تا به واسطه حفاظت نسل امام حسین علیه السلام نسل پیامبر باقی بماند و همچنین به واسطه زخمی شدن حسن مثنی خداوند نسل پیامبر را که از سمت حسن مثنی بود، فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام را حفاظت کرد تا امروزه هم سادات حسنی و هم سادات حسینی در جهان وجود داشته باشد. علاوه بر این که اون نکته دیگر رو دوباره تکرار میکنم، این که یک فردی چند روز بیمار شود دلیل نمی شود که لقب بیمار رو به دنبال اسم او بیاوریم. این کاملا اشتباه است. هر انسانی در طول زندگی خود چند روزی بیمار می شود ولی هرگز به او بیمار گفته نمی شود. این که یک عده عوام از سر ناآگاهی میگویند امام زین العابدین بیمار و لقب بیمار رو به دنبال نام امام زین العابدین می آورند، این کار کاملا غلط است و باید اصلاح کنیم این تفکر خود را و این بیانی رو که داریم. امام سجاد علیه السلام بیماریش کاملا حکیمانه بود، اراده الهی بود که امام سجاد علیه السلام بیمار شود تا به خاطر بیمار بودن به صحنه جنگ نرود و کشته نشود و جان امام سجاد علیه السلام محفوظ بماند که هم نسل امام حسین علیه السلام باقی بماند و هم امام چهارم باقی بماند. به هر حال هم نسل پیامبر از این طریق باقی میماند، هم امام چهارم باقی میماند که امام سجاد علیه السلام چهارمین امام از 12 امام است. انشاءالله که همه ما از جمله پیروان واقعی آن امام بزرگوار باشیم. در پایان شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار شما.